بانو کو پیستالتت میگفتم پیستالتم در دست ما پیستالتی خدم قربان میگفت که مخلصم دوست میدارم خدم قربان روز دیگه خودم کلان کردگی بدم اوچه می خدم قربان میاره خدم میاره دستی کاش تبیته کی مخلصم همش دوست میدارم همتون دوست میدارم با ما باشین 38 سال ندیدیم هم دیگه را خاطر خدم قربان همکاری ندارم روز دیگه این دولتی سر مادر ای جان و جگر مادر کجای باشن در ملک مسافریان در مهاجران در کجای باشه پروردگار تنی ساعت شون بتا وقتی خوش عمر درازی به برکت شون بتا سلام و درود به پایان خود را با تماشاگران سامانه یوتیوب و با کانال اوریو پرو میرسونم و امروز در برنامه ما بانوی هنر بانویی که صدایش تا به دولت‌های بیرون از یعنی که دولت‌های بیرون از کشور هم رفته است و مشهور و معروف است و بانوی هنر زینب مراد را میرسونم و از ایشان خواهش میکردم که یگان سخن بر مخلصان خود گفته باشند. سلامت باشین. سلام علیکم به همه مخلصان کل تاجیکستان. همیشه زنده باشین، سربلند باشین. مخلصان ما همشه دوست می‌دارم، همتون دوست می‌دارم، با ما باشین. سلامت باشید. شما را بانوی هنر با باغ فرهنگی و فراغتی نوحه وسیع خوش آمدید میگیم و از شما یک چند سوال داشتیم اگر اجازه باشد. آپای زینب، تا جایی که ما می‌دونیم شما در عائله صنعتکار به وای رسیده اید و درباره این یک چند سخن می‌گفتید. راستیگه صنعتکارم برادرم شادروان است. انا اپای کلانیم سرود میخوان، انا اکام هم حوض سرود میخوانه. یعنی که شما در امین در عائله تلاش هستی مقصد از خود تا کلام با سرود خوانی؟ بله بله بله. سلامت باشید. آفای زینب، شما را کدام سرود بین مخلصانتان یعنی که معروف و مشهور کرده است؟ راستیگه وقتی که همین سرودی ترکمنی را خواندم، همین سرود ترکمنی به حد بعد ملادی وجود راستیگه مخلصان ما دوست می‌دارم، دستگیری کردن همشون زنده باشن. یعنی که شما غیر از یعنی که زبان تاجیکی خود باز با زبان‌های دیگر هم سرود خوانی می‌کنید؟ بله بله بله. سرودای ازبکی، تاجیکی، انا آذری، آذربایجانی، ترکمنی و غیره ها. بله بله بله. زمان شما با قدم قربان یعنی که دویت می‌خواندید، مخلصان زیادی هم پیدا کردید. بله. اکنون میگفتید که شما قدم قربان را معروف و مشهور کرده است یا قدم قربان شما را؟ خرسک ایده طرف میشوه. روز دیگه با قدم قربان ما شناس شده در همی زاده رایون بوسه. وقتی که ما قدم قربان مرا دید مرا شناخته که مرا روز دیگه قدم قربان نشناختم. یعنی که از خوردی با هم از خوردی خیلی بگم همین قدم قربان روز دیگه خودم کلان کردگی بدم. ما در موبایل ما 38 سال ندیدیم هم دیگه را. بعد و خوردیم، بله و خوردیم، بعد هم خیلی خطیش شیشتم روز دیگه چخ کردم و که ما همون گودککم که کلان کردگی همین فکر میکنم پیادم نمیزنه. سلامت باشید. یعنی که شما از خوردی با قدم قربان یعنی که بله 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 شناسایی داشتید. ما همسایه قدم قربان اکای کلانیش قطعی برادرش قطعی و برادر کلانیش روز دیگه ما همجا همسایه شدیم، همدیگه را شناختیم. اکای کلانیشون روز دیگه فرزند نداشتن. بعد اوچه همی قدم قربان میاره، قدم میاره دستی اکاش تبیته که همین را دستوری کنه خداوند شما را فرزند صاحب فرزندتون بکنه. ما روز دیگه همسایه بودیم، همدیگه را شناختیم. کودک بود خود که قدم مای دهک بود، مکتب دا میخون. چند سال ما همسایگری کردیم. بعد دیگه ایموجه بعد همدیگه را ما ندیدیم. 38 سال ندیدیم همدیگه را. اومدیم دزداده رایون بوسه با همدیگه با خوردیم. حاضر با قدم قربان سرود میخونید یا نه؟ روز دیگه حاضر قدم قربان همکاری ندارم روز دیگه. یا از چی سبب؟ برای که خیلی بگم او بچه جودای خچه داره، مثال ما جودای خدمت دارم. که هر کس با جودای خود را بله بله. سلامت باشید.
تا جای ما معلومات داریم یک پسرتان سرود میخواند و صدای خیلی هم فورم دارد. شما میخواهید که وای دوام دهنده ای مقصد راهی که شما انتخاب کردید از وی شود؟ بله میخوام. بله. افتخار میکنید پسرتان؟ بله بله. سلامت باشید. چقدر که در اول برنامه قید کردید شما سرود با زبانهای ترکمنی و عربی میخونید. شما معنی همون سرودهای خود رو میفهمید؟ بله میفهمم. مقصد همین سرودایی که مثال ترکمنی میخونم لهجه خیلی گپزنیش چیش سخناش رنگی خیلی ازبکیان همینی رنگی ازبکی هم خیلی که مثال میفهمم چی با نمیفهمم. سلامت باشید. سلامت باشید. آغازی خش تبار را پیوند شدن با قدم قربان از کدام وقت شروع شد؟ ما روز دیگه خطی قدم قربان پیش ایمی همکاری داشتیم. روز دیگه ما وقت کلیپم امرومد بایدم امرومد ما قدا نبودیم. روز دیگه بعد که نمی کلیپم امرومد بعد روز دیگه با خشتباری نزدیک شد با بله با قدم قربان قدا شدیم. لحظه های فراموش نشونده ایجاد صنعت در حیات شما هست یا نه؟ روز دیگه خطی قدم قربان توی میزدیم. مخلصای بودن میرفتیم در کجای میرفتیم توی خانه دا میدروم میگفتن که ای بانو کو پیستالتت؟ میگفتم پیستالتم در دست ما پیستالتی قدم قربان میگفت که پیستالت ما در پاس گرفتن. سلامت باشین. این لحظه های فراموش نشونده بله بله بله. هستند سرودایی که درباره وصف پدر یا مادر یا وطن باشد، یعنی هستند کلیپ هایی که بنوار گرفتن؟ روز دیگه با همین نزدیکی بنوار میگیریم یک سرود مادر تیار کردگیم میخوام برای مخلصا مثال حافظی کنم گوش کنم حلاوت برن. نشود 4 میسه اون رو با زنده برای من. بله بله یک سرود مادر و کلی مادران تاجیکستان. ای دولتی سر مادر ای جان و جگر مادر در بین هزار انسان قدری تو دیگر مادر. ای دولتی سر مادر ای جان و جگر مادر در بین هزار انسان قدری تو دیگر مادر در بین هزار انسان قدری تو دیگر مادر. سلامت باشید. آوازتون خسته نشود. در آینده چی نقشه های ایجادی دارید؟ روز دیگه در آینده میخوام که همه خیلی کلیپ های نوی در نو ببرم. سرودی که ترکمنی خواندگیم برای اسب دارکو برای ملادیجو برای کلی تاجیکستان که مخلصان که مثل ما را دستگیری میکنن. روز دیگه میخوام که امیرا یگون جدا همین کلیپ شروع کنم با قدم قربان. سلامت باشید. یعنی که برای مخلصانی که یعنی که بله. شما رو گوش میکنند شما رو هر لحظه انتظارند. بله بله. تنها برای آنها. بله. همین سرودی که 4 مصرعش برای مخلصا خواندم روز دیگه امیرا بنوار گرفته می شود از جانب استودیوی آریو پرو تقدیم میکنیم. مرحمت گوش کنید. در آخر برنامه با تمام مخلصان و کلی بینندگان کانال آریو پرو چی گفتنی ها و چی تمنی ها دارید؟ روز دیگه با مخلصان همیشه زنده باشن در کجای باشن بچه ها دخترها زنها پدر مادرها در کجای باشن در ملک مسافریان در مهاجران در کجای باشن پروردگار تنی صحتشون بده وقتی خوش عمر درازی به برکتشون بده کجای دا باشن همیشه سربلند باشن خرسان باشن تنج امان باشن. ما با شما زنده ایم سربلند باشین درد سر شما را پروردگار هرگز نباشیم آباد باشین زنده باشین. خداوند غریبا را نگهبان باشه. راه کویماس کبار تای کرد بچه‌می آمدن خو نهگم بس کرد بچه‌می چشمم برهد دلی آچه پور لمای ای بچه جان از گریه چشمم برمای چشمم برهد دلی آچه پور لمای ای بچه جان
از گریه چشمام ورم خاکی وطنم که مشکی هم بردارده هر قطره آب شیرین تر از قند دارده به دوست قدم به خاکش آیسته بمان صدقه وطنم که بوی مادر دارده به دوست قدم به خاکش آیسته بمان صدقه وطنم که بوی مادر دارده من یاد کنم نانی تنوری آچمه هم قامتیب روی بنوری آچمه دوستانی عزیز مسافری مشکله چون کندنی کول چه از تنوری آچمه دوستانی عزیز مسافری مشکله چون کندنی کول چه از تنوری آچمه چیلی که با ریکه مادر منده در دیدی من برای یک فرزنده تاجیک بچه ها جدا و از خانه بودر ما بچه ای چه های دل درمنده می تاجیک بچه ها جدا و از خانه بودر ما بچه ای چه های دل درمنده می ما بچه ای چه های دل درمنده می سوزم و می سوزم می سوزم و می سوزم دیده براحت می دوزم چشم برای مادر جان انتظارت من هستم چشم برای آچه جان انتظارت من هستم ای خانه برآمدم سمندر میرمه آمد دختری به مادر کدام در میرمه دخترای مادر دار سنگم نزنه در جگری پور علمم خنجر نزنه دخترای مادر دار سنگم نزنه در جگری پور علمم خنجر نزنه میسوزم و میسوزم میسوزم و میسوزم دیده براحت میدوزم چشم برای آچه جان انتظارت من هستم چشم برای آچه جان انتظارت من هستم در دشت بودم که دشت نبرداشت مرا آچم به غریبی ها پرتافت مرا گفتم بیروم خدمتی آچم کنمه از روزی ازل که دوستم داشت مرا گفتم بیروم خدمتی آچم کنم از روزی ازل که دوستم داشت مرا میسوزم و میسوزم میسوزم و میسوزم دیده براحت میدوزم چشم برای آچه جان انتظارت من هستم چشم برای مادر جان انتظارت من هستم چشم برای مادر جان انتظارت من هستم дар сомонаи ютуб ба канали Орио Про обуна шавед ва аз видеои нав бохабар бошед.